سلام بچه، یادتونه گفتم میخواستم ایلیا رو بیارم اون مپ پارکوره رو بره اذیتش کنم، یا مثلا بیام یه چیزی بگم تو این مپ نقاش الان میرم توش بسازه. اه، حالا نشد ایلیا رو بیارم. خب الان اومدم یه ویدیویی بگیرم، اومدم نشستم یه 5 دقیقه فکر کردم اینم چی بگیرم. به ذهنم رسید بیام همین مپ نقاشیه، همین دیگه که اون موقع نشون تو دادم، یه چیزی بهش اضاف کنم. خب حالا بریم تو مپ بهتون میگم. خب آقا این مپ نقاشیه بود که حالا نشونم ندارم تو چجور کار میکنه. آقا مثلا این اینجا زدم یک آل، یعنی یک همه، یعنی یک از همه. این مال ردیف پایینیه. کدومه؟ سه، یعنی مال این ردیف. این مال این ردیفه. اینم دوه، مال ردیف دومیه دیگه قاعدتا. ها مثلا اینو بزنید ثبت میشه. اینم که مال ردیف چاره، خیلی نصف است و من حال ندارم اینو کاملا بگم، حال ندارم اینو درست کنم، یعنی هیچی حال ندارم اینو درست کنم. خب اینم دکمه کلیرشه، میزنی کامل کلیر میشه، تمیز میشه. خب من میخواستم یه چیزی به این اضافه کنم که بیاد چالش بده بهمون. خب یعنی مثلا بیاد یه صفحه اینجا باشه، خب که چند تا نقاشی مثلا این پشتو ساخته باشیم توی معبده. بعدش مثلا این به صورت شانسی واسه مثلا یا چند ثانیه یکیشون رو نشون بده، بعدش ما با اینا اونو بسازیم. حالا به اینم که خیلی کاری توی ردیف آخر نمیتونیم کنیم دقت میکنم، یه نقاشی میکشم بشه تو ردیف آخرم بکشی. خب حالا بذار یه لحظه فکر کنم به مدل کاربردش. چیزایی تو ذهنم هست. میخوام یه صفحه نمایشی همین قدی کنارش باشه، همینقدر صفحه. چقدر هستم نمیدونم چقدر کنم، 6 تا باشه. آره 6 تا، 1 2 3 4. باید از هر طرف 2 تا باشه، 2 تا هر طرف. حالا ارتفاعش چقدره؟ از این نمید خوب. ارتفاعش هم 4 تا، 1 2 3 4 و یکی در میاریم بالا برای سقفش. و دیگه هم سقفش مثل یه چینی ژاپنی نمیکنه، اینجوریه چینی ژاپنیه. اینو ده همینطوری میذاریم باشه. خب بعد نیازم به اینجا نداره. من این از اینو درست کنم. من کلا چند ثانیه استوپیم، مثلا استوپ نگم. حالا من یه استوپ میکنم، میرم یه برگه و خودکاری میارم، بنویسم مختصاتی میخوام مثلا یه چیزایی بسازم. الان میام. خب من اومدم یه منطقه یا مشخص کردم، میخوام اینجا یه چی درست کنم که اون نقاشی شانسی که میرم توش اینجا باشه، یعنی اون چه شانسی تو این باشه، یعنی یه منطقه یه که توش نقاشی هم باش، نقاشی ها تو کپی میشن، واسه یه لحظه میرن اونجا باش دوباره حذف میشن. یه لحظه میرن اونجا مثلا جاشون کانکریت سفید میذاریم. حالا اینه که یه لحظه درست کنم، برگه آوردم بنویسم. ارتفاعش هم باید 5 تا باشه، چون یکم واسه سخت. 1 2 سخت نمیخواد، 4 تا باسو. حالا ما اینجا واسطیم یکی می بالاتر، اینجوری. ها خوب شد. 1 2 3. خب مختصات اینجا چنده؟ 16 نمیرسه خودکاره. 16 منفی 60 22. آره اصلا نمیخواد اینو تو ویدیو بذارم، من اینجا درست میکنم. مختصات تو اینا رو نوشتم. یه لحظه الان با کامندم اینا رو پر میکنم، حال نم دستی پر کنم.
یه کامندی نوشتم یکی از دیوارا رو با سنگ پر میکنه. خب این دیوار با سنگ پر شد، اینم پر میکنم و دوتا دم پر میکنم، ویدیو رو شروع میکنم، تا الان پاس میکنم. خب اینا رو چی کنم؟ طبق محاسبات من باید الان توی هر یه ردیف، یعنی اینجوری این دو تا باید جاشه، دو تا عکس چی اینا. خب حالا باید یه چی درست کنیم که بتونه وقتی ما یه دکمه مثلا کناری باشه بزنیم به صورت شانسی که از اینا رو انتخاب کنیم. که یه کامنت بخوای بنویسی یه چیز شانسی انتخاب کنه خیلی سخته، ولی ما تو مایکروسافت بدروک یه چیزی داریم خوب. اینو داریم چی؟ ما توی مایکروسافت بدروک اینه، این دقیق کار نمیکنه، این دقیق کار نمیکنه، یعنی تیراش دقیق نیست از تیر بزنی، بسیار شانسی میزنه. یعنی چی؟ یعنی یه لحظه، یعنی اگه یه تیری بزنی با این مثلا اینجا باشه، اگر یه تیاری باشه همش به یه جا نمیخوره، به جای مختلف میخوره. کج میکنه میکنه جا مختلف میزنه. من مثلا از این سیاسی شده کنه که جای مختلف میزنه، تقریبا توی یه جای نودرنو میزنه. ما هم یه چیزی درست کنیم که بر اساس تیرایی که این میزنه یکی رو انتخاب کنیم. مثلا اگه مثلا تیر خورد مثلا به این، مثلا عکس شماره 3 انتخاب کنیم. چجوری میخوایم اینو درست کنیم؟ میخوایم بیایم یک کار سختی آسون من بکنم اون کردم. خب باید بیایم یه دکمه اول درست کنیم. من با کامل بلاک اول واسه یک کامل بلاک بگیرم. این ارور داده. این من اومدم هوا رو روز کنم، این قرمز اومدم هوا رو روز کنم، تو خالی زدم، خالی زدم، یعنی هیچی نزدم، فقط زدم تایم ست، نزدم مثلا چی شه صبح شه شب شه. اینم برم ادامه چی ما کنیم. باید یه دکمه درست کنیم اینجا، وقتی بزنیش به یه چیز دیگه یه دونه ردستون بلاک یه جایی بذاره، یعنی پشت اینی که یه جایی گذاشتیم بذاره یه دونه ردستون بلاک. اینجوری ها کنیم مثل کامل بلاک بگیرم اسلش گیر ادساین پی کامل بلاک. کامل بلاک خودش نمیشه بچیم این کامل بلاک ما میام اینجا زیاد کردم چون نیاز اینقدر بکنیم. اینجا یه دونه از کامل بلاک ها میذاریم. باز یه جای اول بسازیم که بگیم به چی تیر بزنه، به کجا یه دونه ردستون بلاک بذاره. کنار همین یه دونه دستگاه درست کنیم، دستگاه کوچیک، خیلی کوچیک باشه، مثلا تیرا از توی این مثلا شلیک شن به یه فضا نودرنوی که ایجای بخوره تیر. خب تیر به یه بخوره خب که سنسور نمیده، باید تیر به یه دستگاه مخصوص بخوره سنسور بده. دستگاه مخصوص میشه این یارو چی تارگت بست اسمش اسلش گیر ادساین پی فکر اسمش تارگت بود، مطمئن نیست. آره تارگت. این تارگت من ایجا جاشو بلد نبودم، اسمشو به حفظ بودم زدم توی اسلش گیر زدم گرفتم. حالا جا اینا رو تارگت رو زارم. نه تا عکس بس من واقعا نمیتونم بسازم، یعنی با کامنت بلاک بسازید
دیرتر میشه تویی که بخوای خودت بسازی. یه همچین جاییه. امیدوارم تیر به دور برا گیر نکنه. خب اینو میذاریم اینجا. اینم جای پشتش. این تمام. خب حالا ما باید این مختصات رو داشته باشیم، بگیم یه دونه ردستون ایجا بکاره. یعنی اینجا توی مختصات بذار من بنویسمش رو برگه. 6 منفی 59 23. خب اگه که ردستون بلدین رد کنین یه ذره و من ایجا رو درست میکنم. به کامنت بلاک بلدین رد کنین. حالا بلد نیستی نگاه کنین شاید به درد. اینو میزنیم. یه چون کپی گرفتمش. میزنیم روش. میزنیم اسلش ست بلاک. ست بلاک همون فیله، ولی خب ست بلاک فقط واسه یه دونه بلاک رو تغییر میده. یه دونه مختصر یه نقطه فیل میتونیم مثلا بزنی ایجا تو اوجا رو چیکو، ولی ست بلاک فقط واسه یه دونه بلاکه. ست بلاک مختصات رو میزنیم. منفی 59 23. خب اینو نوشتیم، حالا باید بگیم ردستون بلاک بذاره. ردستون بلاک میگن نوشتم تو مپ چیه، مپ پارکور اینقدر نوشتم اینو توی کیبوردم سیوه. حالا نگاه کن وقتی ما اینو بزنیم، اینو یه دکمه روی بذارم یه لحظه. دکمه اینو بزنید یه دونه ردستون بلاک میاد پشت این. خب که اینو فعال میکنه که یه تیر بزنه اینجوری. یعنی اینجوری یه دونه تیر میزنه. اینو بزنیم این یه تیر زده اینجا. این یه تیر. خب حالا اگه دوباره بزنی کار نمیکنه. میزنیم کار نکرد چون از قبل یه دونه ردستون بلاک بود. ردستون بلاک عوض نمیشه. الان اینو بزنم همونی هست میمونه چون ردستون بلاک بوده. حالا با اینو چیکار کنیم؟ با اینو بزنیم که علاوه که میسازه این ردستون بلاک قبلی هم پاک کنه. چجوری؟ اینجا دوتا کامل بلاک میخوایم. شد نه این به ای بره. دوتا کامل بلاک میذاریم. اینو میذاریم change always active. خب تو این باید بزنیم ردستون بلاک اونجا بسازه، تو پایینی باید بزنیم بکنه کش. اینو که نشون دادم استوب کنم یه لازمه اینا رو بنویسم. اینو نوشتیم حالا باید یک کار کنم. خب الان این دوتا همزمان کار میکنن، یعنی توی یه زمان مشخص همزمان، یعنی همزمان هم این بلوک میذاره همین میکنه. واسه یک کار نمیکنه، یعنی بلوک قبل از این ساختشه کنده شده. پس میام این پایین این دیلی تیکس اینو میکنیمش یک، یعنی میذاریم یه ثانیه صبر کنه بعدش این، یعنی اولی بالای کار میکنه بعدش یه ثانیه بعدی کار میکنه. اون تیکو زدیم یک. واسه من اینجا پر کنم. الان این کار میکنیم میزنیم هر بار یه تیر میزنه اون. خب چه تیر نزد؟ تیر زد نمیدونم. بذار برم یه بار بزنمش. زدم یه بار خورد فکر کنم ولی دست انداخته بهش. آره تیر میزنه. اون دوباره هم بزنم تیر میزنه. دوباره هم بزنم تیر رو میزنه. اون که دوتا تیر شدن. اینم میاد یه لحظه میره. خب حالا ما باید اینا رو یه جوری پشت کامل بلاک پشت اینا بذاریم تعریف کنیم که کلون کنه. پشت اینا کامل بلاک بذاریم تعریف کنیم که بیاد ایچای داخلن رو کلون کنه بذاری داخل. ولی خب فقط کلون خالی نه، مثلا باید یه تیکی هم بذاریم بگیم اینقدر تیک ساب کنه. بعد اون ایجا رو با کانکریت سفید کانکریت سفید یعنی اینا اگه درست اومده باشم. آره اینا کانکریت سفید ها اینان
بگیم با این داخل اینو پر کنه. بعد از که کپی کرد گذاشت تو بعدش با اینا پر کنه که واسه این باید 9 تا 2 نوتا 18 تا کانال دراک میخواد. خب توی هر 18 تاشون هم با بنویسم در مثبت. اول واسه اینا باید کلونو بزنیم ولی خب باید یه نقاشی هم داشته باشیم اول. خب بیایم اینجا نقاشی همونو بکشیم بعدش کلون اینا رو بندازیم. خب که به ترتیب هم اینجوری این شماره یک این چیزیه که دومون اینم سهمون اینم چهارمون پنجمون شیشمون هفت نو اینجوری عددگذاریشون. حالا عددگذاری زیاد مهم نیست ولی من میخوام به ترتیب برم که اینا توی مربع اینجوری میذاریم. اگه اول سر کشیده باشم 4 تا بلاک باشه اینو میذاری 1 اینو میذاری 2 همینطور 3 4 همینطور میری پایین. خب اینا رو با به اونا متصل کنیم با مختصات. حالا اول با یه نقاشی زیرمون برسه بسازیم. چند تا کانکریت بردارم اول کلیر کنم اینجا رو اسلش کلیر چطور می نوشتم درست نوشتم؟ آره دیگه. حالا چند تا کانکریت برداریم سفید سیاه قرمز زرد نارنجو برداشتم گفتم زرد باش زردو برداشتم سبز و آبی همینو بس. واسه من باید طبق اونا بردارم اشتباه بردارم باید با این رنگ رو بردارم نفر رو بذارم مطمئن نیستم ما بودم. سیاه داریم قرمز داریم زرد و سفید زرد نه سفید هم داریم دیگه آبی و سبز تیره هم داریم آبی و سبز تیره آبی تیره کدومه بقیل اسمی این افکار رو بلو کنیم این هم باید با اینا بساز اینجا چی بسازم اونو زویده من فکر کنم متوجه شدم اشتباه رفتم الان خب باید جفت طرف 4 تا باشه الان یکیش 4 تا یکیش 3 تاه بس بگیم 4 رو 9 تا که هم بیاره باید بیاره کنم ببینم یا باید مثلا وسط تر بسازم اگه اینجوری بسازم من جا رو 1 2 3 4 5 6 7 موقع چپونی میزنم 8 آره جا هست 9 تاش هست خیالون تخت. خب اومدم فکرم گفتم همونطور عدد گذاری کردیم همونطور هم سختیاش بیشتر کنیم خب یعنی بیایم آسون به سخت بریم این خوبه فکر خوبیه کدوم واسه ایکس این آره این ایگری این زدش تغییر میکنه یکیشون رو بنویسم بس یعنی نیاز نیست همشون رو بنویسم مختصر همشون چون فقط یکی بهش اضاف میکنیم که بیاد ایرتر یعنی یکی به زدا این ایکس ایگره ارتفاع اینم زده فقط زدا تغییر میکنه توی چیا یعنی بقیهشون تغییر نمیکنه فقط زدا. خب یه چی بسازم مثلا خب حالا اول باز زد اینو بنویسم بنویسم که زدش چوتر کنه این 13 دوتا پایین نکره آره -60
یکی جلوتر میزنیم 21. مختصات ایجا میخوام 11 منفی 58. اینم یکی جلوتر میزنیم 21. یا 26 رو خواهم 21 گفتم. خب حالا میایم اینا رو یکی یکی با بیام جلوتر. حالا میخوام کلیت بگم چجوری کار میکنه. او 3 تاییه، این 4 تاییه، خراب کرد. خب میام این که 13 منفی 60 20 بود و خب یکی اضافه میکنم به این، یعنی رو برگم 13 و خط میزنم میزنم 14. تموم شد، درست شد. خب ارتفاعش هم که خرابه، ارتفاعش هم یکی بره بالاتر. خب میام واسه بارون رو قطع کنم، یادم رفت بارون قطع. میام فکر کنم صدا خراب شد تو ویدیو، بارون رو قطع نکرده بودم، یادم رفت. خب حالا این خودکار نکنه کش اینجا ارتفاع هم خراب کنیم با یکی بزنیم با نه چرا خراب کنیم، باید بیایم اونجا زدیم 11 منفی 58 21 بکنیمش 11 منفی 57 21، یه دونه اونم تغییر کنیم. خب درست شد. اینم همه خوبه. میایم برو بر مرد یه دونه دیوار سفید دورش میکشیم. نه خراب شد آجی، سفید. خب این بینش هم سفیده. چیکار کنم؟ سیاه میکشم دورش. فکر اقتصادی درست شد، حله. حالا این آسونشه، باید سخت‌تر هم بذارم. من نمیدونم چون کم دارم میخوام اینو اینجوری جابجا کنم یه ذره سختش. احساس میکنم خیلی ناوردم اینو ساختم، خودم نمیدونم حلش کنم. حالا میام تو کامنت بالا که اولی تعریفش میکنیم. راستی باید مختصات اونم بگیرم. ما فقط مختصات اینو شو میکنیم، این وری فقط همینجا رو میکنیم، ده بقیه‌شو نمیکنیم. اینو می نویسیم 11 منفی 59 0. خیلی کامندش آسونه. باید بیایم مختصات اون بزنیم اسلش کلون. مختصات اینو می نویسیم، مختصات اول اینجا بش اینجا بش هم مختصات اونجایی که گرفتیم. همین میکنیم اسلش کلون ای داشت یا نه ایفکام داشت. مختصات بود 14 منفی 60 21 11 منفی 50. الان دارم از 11 مختصات دومیه منفی 57. اینم 21. حالا باید مختصات اونجایی که میخواستیم پیست شو بذاریم، اونجایی که اینجا کپی میشه اونجا گذاشته میشه، اونجایی که گذاشته میشه هم با بنویسیم. میشه 11 منفی 59 0. خب الان اینجوری کلون میشه میره اونجا. خب حالا بذاریم من چیکار کنم. این خب احتمالش کمه بزنم بخوره. بذار دکمه نشون تو بدم چی میشه. خودم با تیرکمون بزنم چون حال ندارم با بزنم، با 2-3 بار بزنم تو کار کنم. تیرکمون الان اگه ما با تیرکمون اینو بزنیم کپی میشه، اینجا پیست میشه. چه خراب در اومد. نگو که و برعکس پیست شد. من مختصات اینو می‌نوشتم.
فکر جواب میده فکر میذارم. استون بده، حلش میکنم به سادگی. بده درست شد. درست شد. مثلا خیلی آدم خفنی هم که باید دوزش گرم. چرا برعکس گذاشت نمیدونم. این باز اونوری میذاشت، چون اول مختصات ایوری گرفت. باسا آره از این ور کم میشه، باید اونوره میذاشتم. حواسم نبود، باید اینو میذاشتم. اونو خط بزنم، اینو بنویسم. 8 منفی 59 0. اینجا 3 تا عدد اولی رو پاک میکنیم، 3 تا عدد آخری. 8 منفی 59 بود. نگاه کنم رو برگه. آره 0. الان اگه ما اینو بزنیمش کلون میشه، میاد اینجا. آره سنگا رو یادم رفت جوشون اینو. همین سنگ کلون. الان باید درست شده باشه. باید که نه، حتما درست شده. الان این درست شد. اینو میاره. خب ما باید یه جوری طراحی کنیم که بعد از اینکه این میاد، بعد چند ثانیه این جاش کانکریت سفید، یعنی اینا بیاد کامل سفید، چه مثل اون سفیده، مثل اون سفیده. باید یه کامنتی بنویسیم این مثل این که سفیده، مثل این سفید شه. بعد چند ثانیه، چند تا تیک، 3 تا تیک خوب فکر کنم. اینو باید چیکار کنیم؟ باید بیایم یه دونه کامل بلاک برداریم، اینجا بذاریمش چین always active. ویدیو برای ادامهش میام کات میکنم، اینا رو مینویسم، بعدش میام باز میکنم. حالا اینو نشون بدم. بزنیم اسلش فیل. مختصات رو ندارم یکشونه. نه اینجا رو میخوام. 11 منفی 57 0. من اینو باید بذارم توی اون، یعنی هم اون که اون پایین گرفتم. خب الان دارم رو برگم اونو میزنم. بود 8 منفی 59 0. یکم هست 11 منفی 57 0. جفت مختصات رو می نویسم. چه اصلا یکی نوشتم چه اصلا علیکم. بعدش با بنویسیم وایت کانکریت. این من چیکار کنم که هم بخوره به این، هم من او بر باشم. یه دونه اینجا جاش موقتی یه لحظه میزنم که اینجا یه دونه اینو مختصرش بگیریسم. 7 منفی 58 16. من یه لحظه انجام کنین اسلش ست بلاک. من این ردستور رو فقط یه لحظه میذارم که نشون بدم که کار میکنه. خب 7 منفی 58 16. درست هم 7 منفی 58 16 درست. راستی بازش هم بزن ردستون بلاک. این دیل از مغزم گرفت.
ریدستون بلاک. اینو بزنی چکار نکرد. ها نفهمیدم. دوباره می نویسم فکر کنم اشتباه. ست بلاک لازم. من نمیدونم دوباره نوشتمش. خب الان دقت کنین به این دقت کنین. من تا اینا زدم این الان عوض میشه اونجوری میشه. شو ها تیکشو ننوشته بودم. یه دونه ارتفاع پایین پایینم گرفتم یه دونه رو. اونم که درجا سفید شد واسه بود من تیکو یادم رفته بود بزنم. تیکم میزنیم 3. دوباره میزنیم. بذار سفید کنم. دوباره میزنیم کنیم. این الان عوض میشه. شد. ها ننوشتم چی بذارم. ننوشتم ردستون بلاک شد. حالا بیام ببینم. ردستون بلاک رو ننوشتم فقط ازلش ست بلاک. یا ازلش ست بلاک 7 منفی 58 7 58 16 ردستون بلاک. ببین یه لحظه میاد میره. خب یه لحظهش خیلی یه لحظه است. نوعدیه. خودم هم بخوام اینو بنویسم نمیتونم. 30 هم زیاد. چند بزنم 10 خوبه. 10 بارونم ببندم. بارون قد نمیشه. قد شد. الان این نشون میده چی میخوای بسازیم. خب اونم کار میکنه. الان من برم حال ندارم. خدا یه کاری میکنم. اگه 5 بار دکمه رو زدم یکیش خورد به اون رو کار کرد. خب ویدیو رو میادم میرم بعدن ادامه رو میگیرم. حال ندارم. اگه هم کار نکرد 6 بار میزنم. اگه کار نکرد میرم بیرون. چون ویدیو واقعا 30 دقیقه شد. خوبه. من با برم پارت بعدی و بعدش میگم. 6 بار اینو میزنم ببینم چی میشه. چه شد چه نشد میرم. 1 کار نکرد. 2 بو نخورد. 3 نخورد. 4 نخورد. 5 نخورد. 6 من میزنم تا بخوره. ببینم این داره چیکار میکنه. به چی زده. قشنگ به همه جا زده به جز اون. بوم بزنم کارم نمیکنه بازم. چون اینه. حالا بریم. من میزنم تو بره بعدش ویدیو میاد. 7 بود کنم. 8 تیره اومد خورد اینجا. عجیب است. میگم توی بدراک اصلا چی نداره هم تو میزنه. براش مهم نیست. خیلی نامرده نزد. من باید 5-6 تا تیر خالی کنم. تا خدا کار کن. کار کن. تو کار نمیکنه. نزده بود. من حال نمدی باید ویدیو برندم برم. دمتون گرم تو ویدیو بودی. خدا نگهدار.
دم تو گرم ویدیو نگاه کردن. خدا نگهدار. من با برم زودی.